توجه کنید که سر کارتریجتون باید کاملا روی پوست بخوابه. وقتی به صورت دورانی تمام نقاط پوست رو رفتیم، به حالت رفت و برگشت هم این کار رو انجام میدیم و در آخر به حالت ساکشن. در حد یک شبنم خونی کاملا طبیعیه، ولی بیشتر از اون اگه باشه باید کار رو استاپ بدیم، چون مواد دیگه به خورد پوست نمیره و پوست حالت دفاعی به خودش میگیره. این کار رو 3 تا 4 دقیقه برای هر ابر رو انجام میدیم. سلفون میذاریم و مکس مواد میدیم. به هیچ عنوان بی‌حسی حین کار استفاده نمی کنیم. برای ابروی بعدی هم همین مراحل رو اجرا میکنیم. خب نگهداری بعد از آنزیم تراپی چیه؟ تا 48 ساعت نباید آب بزنن به پوستشون. کلاً زخمی بعد از آنزیم تراپی وجود نداره، ولی برای بازسازی پوستشون تا 1 هفته روزی 3 بار باید ترمیم کننده استفاده بشه. اگر قرمزی بعد از 1 هفته خیلی زیاد بود، تا 2 هفته باید پماد هیدروکورتیزون روزی 2 بار استفاده بشه و به تنهایی هم استفاده بشه. یه سری پمادها هستن مثل آنتی ردنس درمالیف و برندهای دیگه که قرمزی رو خیلی بهتر میکنه، ولی در کل قرمزی نیاز به زمان داره که از بین بره. خب 3 تا 4 دقیقه ادامه میدیم که کاملا به خورد ابرو بره و دوباره با یه دستمال خشک کاملا پاکش میکنم و مکس مواد میدم و روش یه سلفون میذارم. بعد از اینکه همه این مراحل رو دوباره تکرار کردیم، روی 2 تا ابرو آنزیم میریزم و ماساژ